خب بچه‌ها امروز میخوایم بریم که تو این هوای آفتابی خوشگل یه روز ورزشی داشته باشیم. ورزش آکرویوگا رو قرار انجام بدیم. اینجا آلمانه. میریم به سمت شهر بوخوم. بچه‌ها بالشت آکرویوگا رو یادم رفته بود، رفتم آوردمش. این برای اینه که آدم روش دراز میکشه و به کمر کمتر فشار بیاد. حالا نشونتون میدم موقع ورزش چجوری ازش استفاده میشه. این کمربندم دور کمر میبندیم که سفت باشه و سر نخوره آدم از روش. خب اینجا من معمولا با لشتم و واسه اینکه دم دست نباشه و اذیتم نکنه به کوله پشتی میبندم و چون که خیلی بزرگه نمیندازمش توی کوله پشتی. اینجا میذارمش راحت که مزاحم نباشه. خب دیگه سوار اتوبوس شدیم و الان حدوداً یه 40 دقیقه تو راهیم که به بوخوم برسیم. از شهر هایلیگنهاوس با اتوبوس میریم به بوخوم. یه ساعت تو اتوبوس بودیم، رسیدیم شهر اسن. اینم حمید آماده است که برسیم بوخوم و بریم که کلاس آکرویوگامون رو برگزار کنیم. به نظر شهر قشنگی میاد اینجا. من اینجا نیومدم. شهر بزرگه نه؟ اسن آره، به نسبت جز شهرهای متوسط آلمانه. فکر کنم حدود 600,000 نفر جمعیت داره. از بوخوم قطعا بزرگتره، ولی یکم شلوغه چون که جمعیت زیادی توش هستن، مخصوصا جمعیت خارجی ها زیاده. واسه همین خیلی دوست ندارن که شاید اینجا زندگی کنن، ولی چون که مرکز شهرهای دیگه است خیلی راحت دسترسی داره به شهرهای دیگه. رسیدیم به شهر اسن و اینجا مرکز شهر اسنه. توی آلمان هر کدوم از شهرها یه ایستگاه مرکزی داره که اگه اینجا ببینید این تابلوی قرمز این بالا نوشته هاپتبانهوف. هاپتبانهوف یعنی سنترال استیشن به انگلیسی، یعنی ایستگاه مرکزی. بعد از اینجا میشه آدم قطارهای مختلفی رو گرفت و به شهرهای مختلفی رفت. بعد حالا شیلان نشون میده بهتون یکم اینجاها رو. دوربین رو میتونی تو چیز کنی، بچرخونی. آره. بعد اینجا مشغول کار کردنن که اینجا رو تعمیر کنن و یکی از مشکلات آلمان همینه که همه میگن که تعمیرات خیلی طولانی میشه و واقعا هم اینجوریه. بعضی وقتا چندین سال طول میبره تا یه چیز کوچولو رو تعمیر کنن. میتونیم بیایم یکم جلوتر. اینجا مکدونالد، اکثرا مکدونالد تابلوشو داریم میبینیم، تابلو زرد امو. اکثرا پیش هاپتبانهوفا یعنی پیش سنترال استیشنا همیشه یه دونه مکدونالدی، یه دونه KFC یا برگر کینگی هست که آدم سریع بتونه غذا بخوره و با قیمت مناسب. خب من فکر میکنم که قطارها کنسل شده بود، واسه همین مجبور شدیم سوار اوبر شیم به سمت بوخوم. 22 یورو هزینه اوبر شد و خیلی هم راحت و سریع از دم همون ایستگاه HBF اسن سوار شدیم. خب بچه ها رسیدیم بوخوم. اینجا هم شهر بوخومه. یکی از دوستان حمیدم به ما جوین شد. داریم میریم که سوار اتوبوس بشیم به سمت کلاس آکرویوگا. Genau da, wo man gerne ist. Do you want us? Hi. Hi. بچه‌ها رسیدیم بوخوم بالاخره. بعد اومدیم وست پارک. اینجا وست پارک. hier ist West Park, oder? Nein, hier ist Stadtpark. اشتادپارک. ببخشید اشتباه من گفتم. اومدیم به اشتادپارک بوخوم. بعد می‌خوایم با یوسف بریم امروز آکرویوگا بکنیم. Würdest du Hallo sagen? Hallo, liebe Grüße aus Deutschland, aus Bochum. Ja. یوسف 15 ساله که آکرویوگا میکنه. Du machst seit wie vielen Jahren Acro-Yoga? 15. Seit 15 Jahren. Er hat viele Erfahrungen. خیلی چیز داره، خیلی تجربه داره تو این زمینه و میتونه خیلی چیزای خوب رو یادمون بده.
Oder Josef? Du hast viel Erfahrung und kannst du uns viel beibringen. Auf jeden Fall. Okay, dann bis gleich. اومدیم اینجا یه مدرسه‌ایه که ما سالن ورزشیشو گرفتیم برای آکرویوگا کردن. یه مدرسه خیلی خوشگله و یه سالن ورزشی بزرگ هم داره که الان نشونتون میدیم. اینم داخل سالنی هستش که بچه‌ها توش ورزش میکنن. همینطور که میبینید حمید رفته خودشو آماده کنه تا ورزشش رو شروع کنه. منم برای خودم نشستم و دارم نگاهشون میکنم. بچه‌ها اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نشه. با من همراه باشین تا ویدیوهای جذاب دیگه. بدرود.